شاعر، ژورنالیست و سیاستمدار تاجیک نظر میرزاده از نام حزب حاکم ایدی روسیه از حوزه انفرادی سنترالن در شهر سانت پتربورگ نامزد به وکیل دومای دولتی مجلس پایانی پارلمان روسیه پیشبری شده است. برای نهایی شدن نامزدیش نظر میرزاده باید اول در آوازدهی الکترونی در سامانه حزبی بر داوطلبان دیگر دست بالا شود. انتخابات وکیلان دومای دولتی ماه سپتامبر سال 2021 برگزار می شود. نظر میرزاده در مراجعتنامش به انتخاب کنندگان گفته است که می خواهد بیشتر به مشکل مهاجرانی که در روسیه زندگی دارند رسیدگی کند و این قشر در جامعه نچندان فعال اهالی را به حیات سیاسی و اجتماعی روسیه بیشتر جلب و مایل کند. در انتخابات پارلمانی سال 2016 نیز یک زاده تاجیکستان وکیل دومای دولتی انتخاب شده بود. رحیم عظیموف 18 سپتامبر سال 2016 از حوزه یک منداته کیروف از نام حزب حاکم ایدی روسیه وکیل دومای دولتی دعوت هفتم انتخاب شده عضو کمیته امنیت و مبارزه با کروپسیون می باشد. عظیموف دکتر علم‌های تکنیکی و در حال حاضر یگانه زاده تاجیکستان است که وکیل مجلس پایانی پارلمان روسیه انتخاب شده است. نظر میرزاده 62 سال داشته 1 نوامبر سال 1958 در دهه یلدمچه نویه رشت به دنیا آمده است. او سال 1985 رشته ژورنالیستیک دانشکده دولتی لنینگراد را ختم کرد و یک مدت در دوشنبه در نشریات عرفان و سپس تا سال 1987 باعث ترجمان حربی در افغانستان کار کرد. بعد بازگشت از سفر افغانستان نظر میرزاده به لنینگراد برگشت و اینک نزدیک 40 سال باز در پایتخت شمالی روسیه کار و زندگی میکند. نظر میرزاده سال 2010 چندین سال کنسول افتخاری تاجیکستان در سانت پتربورگ نیز بود. او حالا در دانشکده خصوصی بالتیسک گومانیتارن اینستیتوت درس میدهد. نظر میرزاده شعر هم می نویسد. نظر میرزاده 2 فرزند و 3 نبیره دارد.